بیننده‌های عزیز و ارجمند، برنامه شمیم صبح ادامه دارد. این صبح مهمان برنامه ما هستند شایف شاه آموزگار، علوچی مطبوعات تاجیک. استاد شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم. صبحتان بخیر و شادی باشد. اولا من به همه بینندگان برنامه شمیم صبح تلویزیون صبح منداری خدا بیان کرده میگویم که در عالم ماه تابان در گلستان رنگ و بوی باشد، اله هر کجا باشد بهار آبروی تاجیکان باشد. تشکر زیاد. میخواستیم سرآغاز بابت حیات و فعالیت و ایجادات خویش بهر بیننده های عزیز و ارجمندی ما حرف میزدید. من اول معلم هستم، از آنجا سرانده هستم. سرانده زیاده از 50 تا موسیقی دارم. موسیقی من چه خیلی است. موسیقی من همین که من میبینم در این تاجیکستان برای ملت وطن چی نمیرسه، کدام مثلا در سایه ادب، اخلاق، کتاب، تعلیمی، تربیت نمیرسه. من در همون سایه کار میکنم. برای یک موسیقی قریب یک ماه کار میکنم. مثلا کلاسیکو جستجو میکنم، از شاعران معاصر امروز جستجو میکنم. بله، تشکر زیاد. چون شما آموزگار هستید، امروز شاگردان را در کدام رویه تربیت میدهید؟ در رویه خویشتندوستی، خودآگاهی، خودسازی ملی که باید ما تاجیک هستیم برای ملت وطن خود کار کنیم، خدمت کنیم، ملت رو پیش بریم. میگن که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نو که نو را حالات، سخن نو را با شرافت استقلالیت به دست آوردیم. همین سخن نو، شهرسازی نو، آبادی نو در تاجیکستان جاری با سیاست خردمندانه جناب عالی من بر ما جاری شد که امروز ما دولت ما که دولت‌های پیشرفته جهان گردید. مثلا راه‌ها منفعل شد، راه‌های بهترین در آسیای تاجیکستان شد. مثلا قشلاق‌ها نقش شد، قشلاق‌ها مال بشر تبدیل شده. یافتگی پیشرفتگی میباشند. چون شما از ناحیه عینی هستید، امروز شرایط تحصیل در این ناحیه چگونه است؟ من زاده در کزدان که میباشم، زاده در کزدان میباشم. وطن یک گوشهای ایمان است. وطنم محبوب دلها، وطنم نور چشم و دل جانم، وطنم گوشه ایمان، وطنم انبراساب به دماغم ده، مشک انبر برای وطنم است. اینو در دههای در کزدان ما مکتب ساخته شد. مکتب برای 320 نفر ساخته شد. بعد زواد، کارخانه بزرگی مثلا قالین براری، هنرهای مردمی، گیاهای داروگی تشکیل کرده شد. باز بناهای مکتب همش تعمیر کرده شد. میخواهم همیشه تاجیکستان تنج باشد، صلح باشد، ثبات باشد. صلح و ثبات باشد، تاجیکستان تنج میشود. مثلا ما آزاد هستیم در همین جا صحبت میکنیم. آزاد من از خود دوشنبه برام بر راه عینی به همین راه منفعش بهترین راه بعد مدت 3 سال به همین دوشنبه رسیدم. همین آزادی، آبادی باشد، تنجی باشد. مثلا چه خودی برگی پیشینگان پس آیندگان را درخت نشان. گذشتگان ما با ما کار کردن، زواد خانه ساختن. با ما برای آینده خود یک شهر سازیم، راه سازیم، کانال سازیم، مکتب سازیم، علم آموزیم، یک پند یادیم بچه‌ها که برای راست حرکت کنند. تشکر زیاد استاد. به غیر از کسب آموزگاری باز چه شوق و رغبت دارید در زندگی؟ پدرم فولکلورخوان ناموی زرافشان بودن که با یک دایره توی مردمی توی زنم میگردوندن. بعد میگفتن که من زیاده 700 تا بیت میدونستم، بیت خیلی. بعد میگفتن که بیمار شدم، رادیو بیار برگوشم، در حق شما 700 تا بیت میگویم. همه بیت‌های زرافشان ما بیت‌های قدیم اومد میراث به میراث اومده زیاده 700 تا بیت میگردن. سبب با سند روان همین که من خودم فولکلور مردم پدرم ترتیب دایره نوازی پدرم، سرودخوانی و آهنگ‌های پدرم زنده کنم و خاطر به سند روی آوردم. زیاد 50 تا آهنگ دارم. من به نزدیکی از سرود درباره خودشناسی ملی برآوردم که درباره هم ملت تاجیک، یک پرچنگ ملت تاجیک بود، ما هم یک باشه، هم تاجیک باشیم. تشکر زیاد برای یک صحبت گرم و صمیمی و برای پیشروی فعالیت تمامی بردباری ها را تمنا داریم. بهر بیننده‌های عزیز یک سرودی خوش را زمزمه کرده باشید. مرحمت. بچه‌ش قربان. از خجندی باستانم تاجیکم، همزی رشتی راستانم تاجیکم. از خجندی باستانم تاجیکم، همزی رشتی راستانم تاجیکم. من ز ختلان بهادر پرورم، من ز ختلان بهادر پرورم. لاله بام جهانم تاجیکم، لاله بام جهانم تاجیکم. باشد زبانم تاجیکم، نه شمالی و جنوبیم بدان. تاجیکی باشد زبانم تاجیکم،
افتخاری من زبان تاجیکیست هستیم زیبا به نام رودکیست افتخاری من زبان تاجیکیست هستیم زیبا به نام رودکیست سرخانی من آفتابی قرص نانم تاجکم تاجکستانم نظرگاه خداست با ملک هم آشیانم تاجکم تاجکستانم نظرگاه خداست با ملک هم آشیانم تاجکم با زبانی اهل دل میگویمت دولتی تاجیک این پایندگیست با زبانی اهل دل میگویمت دولتی تاجیک این پایندگیست از خوجندی باستانم تاجکم همزی رشتی راستانم تاجکم از خوجندی باستانم تاجکم همزی رشتی راستانم تاجکم منزی خطلان بهادر پرورم منزی خطلان بهادر پرورم لاله بام جهانم تاجکم لاله بام جهانم